با سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. Hallo, ich bin wieder hier und wir beginnen mit unserem heutigen Deutschunterricht. خب درس امروز ما دوستان شروع درس 2 لکسیون 2 از درس starten wir سطح A1 هست یا سطح A1 هست. درس 2 رو شروع میکنیم. همونطوری که میدونید و احتمالاً حالا یا کتابش رو دارید یا کتابش رو دانلود کردید و PDF رو در اختیار دارید. کتاب starten wir از 12 تا درس تشکیل میشه. ما یک درسش رو کامل به طور مشروع و مبسوط کار کردیم با مثال‌های مختلف. امروز درس 2 رو شروع می‌کنیم و با معرفی موضوع و اینکه چه مباحثی رو شامل میشه ادامه میدیم. Wie geht's؟ امروز می‌خوایم بپردازیم به Wie geht's. اصطلاحاً به این میگیم nach dem Befinden fragen، یعنی حال احوال کسی رو پرسیدن. دوستان در زبان آلمانی همونطوری که میدونیم اینی که من با کسی بخوام با لحن رسمی صحبت بکنم یا لحن دوستانه یه مقدار تفاوت ایجاد میکنه در مخاطب قرار دادن طرف مقابلم. ببینید ما برای اینکه به یه نفر بگیم حالت چطوره یا حالتون چطوره میتونیم از این اصطلاح برای هر دوتا استفاده بکنیم. یعنی چی؟ Wie geht's؟ Wie geht's یعنی هم حالت چطوره هم حالتون چطوره. Wie geht's؟ Wie geht's؟ ها رو گفتیم که چون بعد از ای قرار گرفته هاش رو نمیخونیم، در واقع ادا نمی کنیمش. Wie geht's؟ و در واقع این آپوستروف و اسی که قرار داره من براتون توضیح میدم که چی هست. خب پس شد Wie geht's؟ حالت چطوره؟ حالتون چطوره؟ برای حالت بعدی که فقط حالت چطوره هست و دوستانه هست، بالایی برای هر دوتاست دیگه، پایینی فقط برای حالت دوستانه است. Wie geht es dir؟ بچه ها این آپوستروفی که اومده این همینه. این یعنی این اس خورده شده و تو محاوره دیگه Wie geht es نمیگیم، میگیم Wie geht's. Wie geht's؟ حالت چطوره؟ حالتون چطوره؟ اینجا Wie geht es dir؟ این دیا بچه ها همون دو بوده. موقعی که میگفتیم Wie heißt du؟ Wer bist du؟ اسمت چیه؟ یا تو کی هستی؟ این اون دو است. توی حال احوال باید تبدیل بشه به دیا. Wie geht es dir؟ Wie geht es dir؟ Wie geht es dir؟ خب حالت چطوره؟ حالا رسمیش چطوره دوستان؟ همون حالته. تو حالت کاملش دیگه اسو میگیم، مثل بالایی خلاصه نمی کنیم معمولا. Wie geht es Ihnen؟ Wie geht es Ihnen؟ Wie geht es Ihnen؟ حالتون چطوره؟ حالتون چطوره؟ خب دوستان همونطوری که میبینید هر سه تا سوال یک سوال وفراگه هست. هر کدوم اینها یک سوال وفراگه هستن و خب طبیعتاً بعد از این کلمه پرسش حتما ما یک فعل داریم. پس دوستان این سه روش برای حال احوال کردن بود. روش اول مشترک بین محترمانه و دوستانه، روش دوم فقط برای دو یعنی یک نفر مخاطبم، و روش سوم برای کیه دوستان؟ این اینن کیه اصلا؟ این همون زی محترمانه است که گفتیم همه جا بزرگ نوشته میشه و یک نفر مخاطبه. یک نفر مخاطب. حالتون چطوره؟ یه نفر مخاطب. خب حالا اینا سوالاش بود. چطوری جواب بدم؟ اگه حالم خیلی خوب باشه sehr gut danke. Wie geht's؟ یا Wie geht es dir؟ یا Wie geht es Ihnen؟ sehr gut danke. خیلی خوبم، ممنون. خوب باشم میگم gut danke. خوبم، ممنون. اگه اسکیت باشه، اسکیت بچه دقیقاً معادلش به فارسی میشه میگذره. میگذره یعنی نه خوبه نه بده دیگه. گاهی اوقات هم ممکنه زوزو بشنویم. زوزو
یا زوزو اسگیت. و اگر هم خیلی خوب نباشم میشه چی؟ نیشت زو گوت. خیلی خوب نیستم، خیلی خوب نیستم. یه مدل دیگه هم که تو کتاب شتارتن ویا نوشته شده اینه، خواستم اینجا پای تخته براتون بنویسم که اونم حالت منفی داره، این سمت می نویسم. نایا زو لالا. اینم دوباره حالت منفی داره، بازم یعنی خیلی خوب نیستم، ای بدک نیستم. این معنی رو داره. در واقع این سه تا حالت برای حالتهای منفی هستن و اینها برای حالتهای مثبت استفاده میشن. پس این از بخش ویگتس. ما در جلسه قبلی اعداد رو کامل کار کردیم دوستان. امروز میخوایم یاد بگیریم که از اون عددهای استفاده‌ای هم ببریم دیگه، یه استفاده‌ای بکنیم. مثلا اگه من بخوام از یکی بپرسم که چند سالته؟ نه؟ چند سالته؟ چی میتونم بگم؟ فرمولش اینطوریه دوستان. میگم چی؟ وی alt bist du. دو تا میاد بچه ها یعنی چی؟ دوستانه داریم سوال میکنیم از یه نفر. وی alt bist du. بچه ها دقت میکنین که چقدر این کلمه وی، کلمه پرسشی وی داره تکرار میشه. تو وی هایست دو داشتیمش، الان توی ویگیتس یا ویگیتس اینن ویگیتس دیا داشتیمش، الان هم برای حال احوال برای سن پرسیدن هم داریم. وی alt bist du. تو چند سالت هست؟ خب 20 همون هستی بود دیگه، نه؟ تو هستی چند ساله؟ خب من میتونم فقط مثلا بگم 21. همین 21. fertig. تمام، کافیه. میتونم بگم ich bin 21. بازم تمام. یا این که مثل انگلیسی ها که years old هم دارن آخرش، میتونم اینو برش دارم بگم ich bin 21 Jahre alt. Ich bin 21 Jahre alt. میتونم اینطوری بگم. پس این روش های جواب دادن هست. خب دوستان، این دوستانه بود دیگه. 22. الان میخوام رسمیشم بپرسم. به یه نفر میخوام بگم جناب عالی چند سالتونه؟ Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? جناب عالی هستید چند ساله؟ جناب عالی چند سالتونه؟ در جواب دوستان همون بالایی ها رو دوباره میتونیم بگیم. میتونم بگم 21، میتونم بگم ich bin 21 یا بگم ich bin 21 Jahre alt. هر ستاش درسته. فقط سوال فرق میکنه، جواب همون هستش، چون همون شخص گوینده یک نفر دیگه راجع به خودش میخواد صحبت بکنه. خب میخوایم بگیم مثلا آقای فلانی چند سالشه یا مثلا ماغی چند سالشه. اینا رو در واقع چطور؟ فقط اسمشون رو میگیم. یا wie alt ist، چون سوم شخص مفرده، ist Marie. Wie alt ist مثلا Herr امیری. یا همه اینا میتونه باشه. خب چطوری پاسخ بدیم دوستان؟ Wie alt ist Marie؟ ماغی یه دختر یک نفره، نه سوم شخصه. براش یا میتونم دوباره بگم ماغی یا بگم چی دوستان؟ زی. او یه دختر
hast مثلا 31 Jahre alt. میتونستم فقط بگم 31. میتونستم فقط تا اینجا بگم sie ist 31. و یا اینکه اون کاملش رو بگم. و برای آقای امیری چطور؟ یه مرد مفرد سوم شخصه er ist حالا هرچی مثلا 34 Jahre alt. من کاملش رو می نویسم ولی یادتون دادم که خلاصش چطوری میشه. خب این برای حال احوال بود. یه بحث کوچیکی هم میگم در مورد خداحافظی، چطوری با کسی خداحافظی بکنیم، دوستانه و رسمی. خب برای حالت دوستانه دوستان از چوس استفاده میکنیم. چوس ت اس ها صدای چه میده و براش از چوس یا در واقع به این صورت ما این رو استفاده میکنیم. خب برای حالت دوستان است این چوس. مثلا به دوستم میگم بای چوس. اگر حالت رسمیشو بخوام بگم، اگر که دارم میبینمش auf wie da sehen. auf Wiedersehen به امید دیدار. auf Wiedersehen. گاهی اوقات دوتاشو با هم میگیم. Tschüss, auf Wiedersehen. دوتاشو با هم میگیم. خب اگر پای تلفن باشم، دارم با کسی صحبت میکنم رسمی و در واقع میخوام به صورت رسمی خداحافظی هم بکنم، میشه auf Wiederhören. auf Wiederhören. چون ندیدمش که بگم auf Wiedersehen. hören هم که به معنی شنیدن هست، یعنی به امید شنیدن دوباره صدای شما. یا خیلی خوب. پس tschüss, auf Wiedersehen. tschüss, auf Wiederhören. و بعد میتونیم مثلا بگیم که و طرف مقابلمونم اگه دوستانه بخواد جواب بده میتونه بگه مثلا bis bald. تا بعد. bis bald. see you soon. bis bald. oder bis später. bis später. بازم تا بعد. bis später. تا بعد. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از مباحث جلسه امروز هم استفاده برده باشید. من درس 2 رو در جلسه بعدی ادامه میدم و با من لطفاً همراه باشید، تمرین‌ها رو انجام بدید و bis bald Freunde. Tschüss.